یکی از تابلوهای مهم راهنمایی و رانندگی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران و آلمان استفاده می شود. در ادامه توضیح این تابلو به 2 زبان فارسی و آلمانی و نکات رانندگی مربوط به آن را برایت آوردم. 1. توضیح تابلو Definition. زبان فارسی. این تابلو پایان تمام محدودیت‌ها نام دارد. زمانی که این تابلو را می‌بینید، یعنی تمام محدودیت‌های قبلی که توسط تابلوهای دیگر مثل ممنوعیت سبقت یا محدودیت سرعت وضع شده بود، به پایان رسیده است. Deutsch, German. Dieses Verkehrszeichen bedeutet Ende aller Streckenverbote. Zeichen 282. Es hebt alle vorherigen Verbote auf, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Überholverbote. Der. در آموزش رانندگی چه باید کرد؟ Was man tun muss. وقتی در هنگام رانندگی یا در امتحان به این تابلو می رسید، باید به موارد زیر توجه کنید. به زبان فارسی 1. سرعت. محدودیت سرعت قبلی تمام شده است، اما این به معنی سرعت بی‌نهایت نیست. شما باید به سرعت استاندارد آن جاده، مثلا جاده اصلی یا بزرگراه برگردید. دیت. سبقت. اگر قبلا سبقت ممنوع بوده، اکنون با رعایت احتیاط و شرایط جاده می توانید سبقت بگیرید. سی. قوانین کلی. قوانین کلی راهنمایی و رانندگی همچنان پابرجاست. فقط محدودیت‌های خاصی که با تابلوهای دایره‌ای قرمز مشخص شده بودند لغو می‌شوند. خیلی به کانال آموزش تابلوهای رانندگی به زبان فارسی خوش آمدید. ما اینجا هستیم تا تمام نکات و تابلوهای راهنمایی و رانندگی را به ساده‌ترین شکل به شما آموزش دهیم. برای اینکه آموزش‌های بعدی را از دست ندهید، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و با لایک کردن این ویدیو به ما انرژی بدهید. خیلی به کانال آموزش تابلوهای رانندگی به زبان فارسی خوش آمدید. ما اینجا هستیم تا تمام نکات و تابلوهای راهنمایی و رانندگی را به ساده‌ترین شکل به شما آموزش دهیم. برای اینکه آموزش‌های بعدی را از دست ندهید، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و با لایک کردن این ویدیو به ما انرژی بدهید.